این احتمالاً طولانی ترین پله برقی روباز دنیا باشه. بیشتر از 120 کیلومتر کشیده شده و اندازه یه ساختمان 88 طبقه بالا میره. فقط تو 30 دقیقه میتونی از پایین کوه برسی وسط ابرها. مسیری که قبلاً باید 3-4 ساعت جون میکندی تا بری، حالا شده یه مسیر نرم و راحت تو هوا. اسمش نردبان ابری لینگشانهه. تو چین ساختنش و بیش از 2 میلیارد دلار خرجش کردن. حدود 18 مربع هم وسعتشه. از 5 بخش به هم چسبیده و 50 تا پله برقی تشکیل شده. ساعتهای شلوغی هم میتونه هر یه ساعت 3600 نفر رو جابجا کنه. تو مسیر سکوی تماشا هم گذاشتن که بتونی وایسی نفس تازه کنی و اون قله‌های عجیب، سنگای خاص و ابرهایی که مثل موج‌های دریا میغلطن رو تماشا کنی. هرچی بالاتر میره، منظره از جنگل‌های سبز پرپشت تبدیل میشه به دریای مه که انگار رو هوایی. قبلا رسیدن به قله لینگشان یه آزمون سخت استقامت بود، اما الان دیگه سالمندها، بچه‌ها یا هر کی توانش کم باشه هم میتونن راحت تا بالا برن. یه مسیر سخت و نفسگیر تبدیل شده به یه سفر آروم و رویایی. این فقط پله برقی نیست، یه راه به سمت آسمونه. خب حالا سوال اینه، جرأت میکنی بری بالاترین نقطه و از اون بالا به موجهای ابر که زیر پات نگاه کنی؟